سخن را سر کنم از استخوانم، مرکب پر کند بر جسم و جانم. بگویم من سخن از تگ دل، برای دوستانی مهربانم، برای فارس زبانانی مهربانم. سلام و درودی به پایان به کل فارس زبانان روی دنیا. البته زبان تاجیکی، زبان فارسی دری، زبانی یک ما تنها نیست، زبانی تمام فارس زبانان روی دنیا است. از پیشگذشتگان رودکی، از پیش از دین مبین اسلام چقدر فارس زبان قوت داشتن، قدرت داشتن. تمام بزرگا یک فارس نه، تمام بزرگا، چی انگلیس، چی نیمیز، چی روس، چی بلاروس، تمام بزرگان روی دنیا میدونستن که زبان فارسی یعنی پرسیچسکی امپریا کیان چیان همشا از یاد میدونن. و در اینترنت این حال ما دیدیم که ناگهان برآمد که شاعرای ما را گرفته، مقصد خطان خیلی دیده استین، جایی گپش نیستین. من نمیخوام که گپای پست و بلند بگم، فقط هم میخوام که بگم که زبان تاجیکی، زبان فارسی چیه. زبان تاجیکی، زبان فارسی زبان دوم اسلام است، زبان سلمان فارس است، زبان ابو حنیفه رحمت الله است، زبان رودکی زبان بوعلی ابن سینا است، پدر علم طب. و دیگر صدها هزارها شاعران فارس و تاجیک و از پیشگذشتگان رودکی تا به حاضر چقدر بزرگان و شاعران هستند. و پیش از گذشتگان رودکی میگفت سمرقند کند و من بزینش کف گنج، از چاچ تبهی همیشه تخوبی. باز هم میگفت که از خوتلان آمدیه، که این حال ما در ختلانم، در ولایت ختلانم. میگه از خوتلان آمدیه، آواره باز آمدیه، بارو تباه آمدیه. این پیش از گذشتگان رودکی بود. چطوری که میگه رودکی را بر سری آن شاعران زیبت سری. زبان تمام بزرگان زبان تاجیکی و زبان فارسی دری است. واقعی سربلند و خانوباد باشین. نفرانی که میخواین که تاریخ بدونین، هم کلان سالترکاتون بپرسین، همه میدونه که زبان تاجیکی چه خیلیه و شاعران تاجیک کیانو چیانو در چی مرتبه ها رسیدگیان. واقعی سربلند و خانوباد باشین. علم در سیاره باشه، اولش خدا آخرش خدا. ما میریم علم هم سیاره میجویم، میکویم، گرفته میاریم. زبان علم و تمدن و فرهنگ و هنر.